باوارستان. شما اینجا میتونید که تصویرهای تازه باوارستان نتورک را ببینید. این تصویرها را به ما ویکیلیکس روان کردند. جولیان سنگر سخنگوی ویکیلیکس گفتند که این تصویرها ما میتونیم پخش کنیم و قول دادند که تصویرهای تازه به ما روان میکنند. شما اینجا میتونید ببینید که باواریان طالبان از شوناو در کونیگزی تا زالفلدن در اتریش رفتند. باواریان طالبان تمرین خود را در اندوکش کردند و حال میخواهند در الپن مبارزه خود را پیش ببرند. شما اینجا میتونید ببینید که زوگس یک جای بسیار خطرناک است. در تاریخ باوارستان دشمنای باوارستان نمیتونستند اینجا را بگیرند. اما باواریان طالبان ای را گرفتند و یک جایی قومهای کوهستانی را پیش میبرند. از الپن تا اندوکش همگی باید یک جایی شوند و باوارستان باید زنده شود. در شوناو و در زالفلدن عسکرهای اتریشی و آلمانی هستند و در افغانستان مبارزه می کنند. باواریان طالبان بر اینها می گویند تشکر و مبارزه این را پیش می برند. خداحافظ.